گلکی بگم؟ شما بعد از مدتی با ما گلکی گفتی، گلکی مصاحبه گلکی کنیم؟ گلکی بکنیم خوبه. خب البته نگاه های منفی هم در مورد شخص میرزا و نهضت جنگل هم وجود داره که اون نگاه منفی هم قابل ملاحظه‌ای که چرا نگاهان منفی دی و تا کوی باید بهشون حق دن یا اینکه در واقع توجیه کنن. برای اینکه جنگلیت داستان 7 سالی نهضت 7 سالی که درش سخت‌ترین شرایط در ایران شکل گرفته، در گیلان شکل گرفته و قرین با اتفاقات فوق‌العاده سخت، خونبار و متنوع و پیچیده و مربوط به کلیت منطقه و جهان بود که با اون عجین ببسته و نتیجه هم بایستی که طبیعتاً یک مقدار هم ایجاد ابهام کنه برای بعضی‌ها که مطالعات عمیق ندارید و فقط به گفته ها و نوشته های دم دستی و اول خودشان بسنده کنید. اگر ما مطالعه که نکنیم که به طور کلی از گذشته ما غافل بنیم، بعدا نتونیم زمان حال خودمان خوب درک بکنیم و بر مبنای اون زمان حال آینده خودمان رو بسازیم. بیم آدمای عامل در نتیجه چون عمیق فکر نکنیم، مطالعه نداریم، سواد نه مطالعه، سواد ممکنه خیلی ها بدارید ولی اینکه چی خنید و چقدر هرز خنید و چقدر درست خنید و اون درستان تا چه در چه مایه هایی و زمینه هایی دنبال کنید و چقدر درست دنبال کنید. همین اشان شرطی که مطالعه عمیق ببین. آدمی که مطالعه کنه باید آدم هوشمندی هم ببین، یا ابتدا به ساکن هوش ممکنه نداره اما در طول مطالعه بالاخره کسب کنه. اینکه هر چیزی رو بخونه و بلافاصله باور بکنه اصلا صلاح نیست و مطالعه درست نیست. مطالعه درست اینه که آدم اگه رشته تاریخی خواندن داره ابعاد و زمان و مکان و کاتب و نویسنده و ارزم بوجان دوره حکومتی که در اوی کتاب به سلاس نوشته بورسته همه اشنه بشناسه و اکتفا فقط به یک نظر نکنه. اما در خود تاریخ هم به هر حال دستبردهایی به دروغ‌هایی ساخته به پرداخته به او دروغ‌ها هم روی یک مساله خاصیه. اینکه چه حاکمیت‌هایی سلسله‌های عیدید، سلسله قبل از خودشونه که ویران کنیدید، آثار و مکتوباتونه از بین بریدید و بعد از خودشان یه چیزهایی سازیدید برای بهتر عرضه کردن خودشان جعل کنیدید. البته شخصیت‌هایی که ما روش مطالعه کنیم ممکنه که بر حسب نوع کاری که کنیدید پیچیدگی هایی بدارید. طبیعتاً ایت شخصیت سیاسی و ایت شخصیت ادبی یا ایت شخصیت علمی فرق کنه. اونی که دنبال ایت کار پزشکی مثل ابن سینا شه طبیعتاً فرق کنه با اون ابن سینایی که به فلسفه هم ورود کنه. میرزا هم یک همچین شخصیتی، فقط سیاسی و انقلابی نیه، شخصیت آرمانخواه، شخصیت آزادیخواه. چون سیاستمدار ممکنه که لغزش‌های مختلفی بداره، سیاستمداری که فقط تو عرصه سیاست خیلی پهلو بزنه، اما سیاستمدار صدیق و صادق و خادم طبیعتاً استقلال رأی داره و ممکنه که با ایدئولوژی ها محتاطانه برخورد بکنه یا اینکه در واقع فریبش نخوره. اما اون هم زمان داره، دوره داره. کسی که از سوال برش به وجود اما محقق بشه تحقیق کنه، شه دنبال مطالعه. اما کسایی که فقط از سوالات مطرح کنیدید و هیچ هم نخیدید زحمت بکشید و تحقیق بکنید، اون وقت به هر کس که فرستیدید بسته به یک نوع سلیقه‌ای که خودشان در ذات دارید و از صحبتی که طرف مقابل کنی پذیریدید.
بنابراین فرد نتونه حکم صادر بکنه و در جایگاه اون قرار نداره که حتی قضاوت بکنه. خب ما آدمایی داریم که هیچ وقت مجاب نمیدید و همیشه حرفیه که به اصطلاح گوش کنیدی آخرین حرفش بعد از حرف بعدی فراموش کنیدی، دو مرتبه بیت چیز سیکله و اصلا نیازی ندارید که اشم بدانید اینکه این کی بود یا اون چی بود، چون دانستن اون هم برای یک همچین پرسش هایی، برای یک همچین انسان هایی افاقی نکنه. باید بدونیم که چه جنبش هایی در قبل از نهضت جنگل در گیلان پیش اومد و ایت جنبش خیلی بزرگ داریم که بخشی از اون جنبش بزرگ مربوط به گیلان بود، از گیلان شروع بسته و اون قسمت دوم مشروطه بعد از استبداد صغیر بود که اون خودش تا حدیث مفصلی داره، چون واقعا گیلانیان اشان بتونستی که بشید به تهران فتح بکنید و البته در کنار پیرامون تهران و نرسیده به تهران قوای بختیاری هم از اصفهان با اون دوتا با کمک هم دیگه تهران فتح بکنید. پیش از اون اگه ما بیشیم به صورت نهضت نگاه بکنیم یا به صورت انقلاب و صورت، اما موارد فقط قیام های دهقانی داریم که بعد از اینکه شاه عباس بامو و گیلان فتح بکنه و سرزمین گیلانه که تا اون زمان برای خودش یک نوع استقلال و به اصطلاح خود مختاری خاصی داشتی، زمینه دولت مرکزی بکنه، بعد از اون تاریخ قیام‌های خیلی زیادی صورت بگیرد، ضمن اینکه در اون موقع مقاومت بوسته و مقاومت در واقع در مقابل سپاهیان شاه. اما اون قیام هایی که بعد از اون صورت بگیفته قیام های اغلب دهقانی بود، چون موقع که گیلان صنعتی نبود، دهقانی بود، روستایی بود و اغلب ایشان با ظهور ایت سرداری دور اون جمع بسید و به هر حال مقاومت کنید انواع اقسام یا در مقابل خود جنگ های داخلی زیادی صورت بگیفته، چون برخی از عوامل شاه و سلطنت در علیه عیسی بید و طبیعتا دسیسه کنید و به هر حال خواستید که دو مرتبه به او چیز اولیه بگردید. اینی که اجور مقاومتان زیاد نبود، منتهاش مقاومت های مبارزات دهقانی بید که بیشتر جنبه های داخلی داشته، اما نهضت مشروطیت نهضت ملی بود، سراسر ایران فرا بگیفته و باعث تغییر نظام اصلا سلطنتی برسه، نه اینکه سلطنت از بین ببره، بلکه سلطان از او قدر قدرتی به اصطلاح خلع بکنه و به جاش قانون نهادینه بکنه. اما خب حالا با شکست‌های مواجه بود، اونی که مسئله دیگریه. هیچ وقت برای زشتی ایت کار یا برای قباحت و نمیدونم ارزم بزرگ شما بدی ایت پدیده یا ایت حرکت نیدی برایش 100 سالگی بگیرید. ان حتما با یک تأثیرات مثبتی ایست که در حافظه جمعی ایت ملت یا گروهی از مردم در ایت منطقه عجین بید. 100 سالگی امسال تا اون جایی که بیدیم مقدار به استثنای و حرکت‌های خودجوش که در دل مردم بینشته، اگر بقیه یه مقدار تشریفاتی و فرمالیتو از بالا من بیدیم، بخصوص تو صدا سیما که اصلا چنگی به دل نزدی و اغلب حتی گاهی وقتا باعث کسی که بیننده یه خورده کنار فکرش خودشه و بخوایی که اصلا ندینه قضیه، چون بگمانم حالا افراط در
تعرفی یک چیز با ایت نگاه بخصوص با یک ایدئولوژی خاص باعث تخریب و اتفاق و پدیده دکشه. ولی او 100 سالگی من خواهم به شما بگم که اما 100مین سال شهادت میرزایی اگر بخوایم ملاک بگیریم، شهادت میرزا قرین شکست نهضت جنگله. یعنی اما در واقع یک گام به سمت نفی جریان شیم، یعنی 100مین سال شکست، در حالی که نهضت 7 سال تداوم داشتی و اون پایان نقطه نهضت بود. نهضت از سال 1294 به وجود با مو 20 مرداد 94 شروع بسته در نرگستان سیاه درویشان منطقه طالب انزلی و بعد در 11 آذر با شهادت و درگذشت میرزا هم به اتمام برسه. ولی اینکه نهضت چه پیش زمینه هایی داشتی بحث خیلی زیاده، و اینکه پس لرزه های بعدی هم که داشتی اون هم قابل مطالعه، چون فقط در اون روز تماما نبسته، ادامه داشتی. منتها دفتر نهضت، دفتر جنگل، دفتر انقلاب جنگل برای همیشه بسته بود.